اول یک سلام و درود بر شما و بعداً چند پیام از ترانسفرها. در انگلیا منچستر یونایتد فاکوندو پلیستری را به اجاره خود ارنده به گرانادا تا آخر موسم گسیل کرد. منچستر یونایتد وینگری خیش را به تیم اسپانی تا آخر موسم روان کرد. پیشترین بازیگر 22 ساله منتخب اوروگوئه الکی در لالیگا در اجاره در آلاوس برآمد کرده بود. این موسم باشد همشهری سوارز 14 مرتبه با پیراهن امیو به میدان آمد و یک پاسی گلی داد، ولی این گپ و کارش به تنهایی خوش نآمد و پلیستری با یک شتو شلاق و دو شپلاق پیش همزبانان رفت. بیرمنگمی ها از استون ویلا باشند برعکس کار امیو با نرخ 8.7 میلیون پوند با نیمه‌نهاییگر میدلزبرا مورگان راجرز شرطنامه امضا کردند. وابسته به آنی که پیشترین نفر از من سیتی بود، از برای این شیخان پولدار 25% مبلغ گزارش را تگی بولیش می کنند. با قول اتلتیک شرطنامه با بازیگر 21 ساله تا سال 29 مهلت داشته. من سیتی باشد این نفر را تابستان به چمپیونشیپ فروخته بود. در بیرمنگم و منچستر اگر گپ و کار جدی باشد، در لندن باشد از آن هم جدی تر. آنجا ارسنال با دروازه‌بان منتخب ایسلندیا رونارسون شرطنامه را قطع کرد. این ویکینگ باشد در صف توپچیان از سال 20 تنها 6 مرتبه برآمدن به میدان را به قول او ثبت کرد. رونارسون هم بعد آن دید که در ارسنال برایش تماما خوراک نیست. بعدی بازگشت از اجاره از کاردیف سیتی با خوبی و به یگان خفگی شرطنامه را با ساکنان امیریتس قطع کرد. دروازه‌بانی که سال 2020 به ارسنال آمد تا سال 24 در اجاره در تیم‌های لیون، آلیاناسپور و کاردیف سیتی گذرانید. بعد اینقدر سرحد گذشتنها و گرفتن تجربه هر جا، رونارسون دل ارتتا را یافته نتوانست. گیگانت فوتبال آلمانی ها باشد از گزارش یک بازیگر دیگر در زمستان اعلان کرد. با گفت دیگر باواریا اوید گزارش برایان ساراگوسا از گرانادا اعلان کرد و با او شرطنامه تا سال 2029 نوشت. نیمه‌نهاییگر 22 ساله باید که تابستان به میونخ می آمد، ولی در باواریا که حالت‌های فورس ماژوری بسیار تر شدند، آنها مجبور به گرانادا 3-4 میلیون یورو پرداختند و تسترک در آلمان جایش کردند. موسم جاری وینگر 21 بازی در لالیگا گذرانید، 6 گل زد، 2 اسیست اجرا کرد و جایش را در گرانادا برای دیگران خالی نمود. باواریا به غیر از این با حمله‌ور منتخب شوئیسریا یوابده جان کوسی آساره برای عوضی 6.5 میلیون یورو شرطنامه بست. حمله‌ور 16 ساله بعد در تیم جوانان باواریا بازی نموده. در چمپیونات شوئیسریا پسر سابق حمله‌ور یودگاردن جان کوسی آساره فقط 4 بازی گذرانید و با همین به باواریا دهشت افکن آمد. یک زمان حریف توانا و بالا به بالای آنان در سیمای بروسیا دورتموند باشد، جوانی رین را با اجاره به ناتینگهم فارست روان کرد. تا آخر موسم نیمه‌نهاییگر در انگلیا بازی می‌کند، ولی پیش از رفتنش این امریکایی با دورتموندی ها شرطنامه را تا سال 26 تمدید کرد. دسته آلمانی دیگر از فرانکفورت لابیماین با نام اینتراخت باشد، ینز خیوگه را به بودگلیمت به اجاره تا آخر سال 24 با حق خریداری 5 میلیون یورو روان کرد. موسم جاری بازیگر 24 ساله 10 بازی در بوندسلیگا گذرانید و هیچ کاری شایسته تعریف نکرد. این معنای آن را دارد که از نروژ غیر از هالند و ادگار دیگر یافتن فوتبال باز خود برابر به حل کردن معادله‌ای که عموماً حل ندارد. باشگاه فوتبال شتوتگارت باشد به بازار انگلیا روارد و از آنجا محمد داوود را از برایتون با حق خریداری به اجاره گرفت. داوود در صف تیم نوش تحت رقم 5 برآمد کرده و صف برایتون باشد تابستان سال 23 از بروسیا دورتموند چون اگنت آزاد گزارش کرده بود. موسم جاری پرمیر لیگ انگلیا نیمه‌نهاییگر 28 ساله فقط 9 بازی گذرانید و به گفت مردم از میدان کله شیر را نآورد. از این رو برای باز هم پخته کردنش دیگر بار او را به آلمان روان کردند. در ایتالیا یوونتوس گرچند به صدر جدول برآمدن نمیتواند، هرچی بیشتر کوشش میکند که در بازار یکم باشد. این مورد زبرها پدر فیلیپس 19 ساله را از پالمیراس تا آخر موسم به اجاره گرفتند.
دفاعگر در صف یووه 2 در سری C بازی خواهد کرد. در دسته‌های جوانان پالمیراس باشد این برزیلی 18 بازی گذرانیده اکنون آماده است که چنین تجربه را در دسته‌های جوانان ایتالیایی ها استفاده کند. همزمان راما که صاحب سرمربی نو است، نیمه‌ایگری 20 ساله امپالی تامازو بالدانسی را با نرخ 10.5 میلیون یورو خریداری کرد. نیمه‌ایگر در تیم نوش رقم 35 گرفته و گفتی فابریزیو رومانو ارزش گذاریش 10 میلیون یورو بوده، 5 میلیون بونوس دیگر را باشد در دوام 5 سال دیگر پرداخت می‌کنند. پایتخت مودها و نفران نیگرینی که همچنین صاحب دسته همنامی میلان است، مارکو پلگرینی را به اجاره به سالرنیتانا روان کرد. دفاعگر بعد گزارش 5.5 میلیون یورو در سطح رسانه‌ای تنها یک بازی گذرانده بود. ارژنتینی 21 ساله را چطور گفتیم تابستان سال 23 از پلاتنسه با نرخ 5.5 میلیون یورو خریدند و بعد یک بازی دیدند که از دستش وابسته به جراحت دراز مدت چیزی نآمد، برای تجربه خود پرکتیکا به سالرنیتانا روان کردند. جنوا باشد بر زمین خریداری پره روسلان مالینوفسکی از مارسل، همچنین حمله‌ور ویتینیو را با حق خریداری 25 میلیون یورو از این تیم به اجاره گرفت. ویتینیو الیویری 23 ساله با همین از لیگ یکم فرانسه به سری آ آمده. موسم جاری در صف مارسل در 18 بازی فقط یک گل زده بود. با همین گلش به ایتالیا آمد تا آن را اقلاً ضربی 3 نماید. یک کار دیگری حل شدگی در بازار ایتالیا باشد، این به گزارش یری مینا با کالیاری ربط دارد. مینا از فیورنتینا آمده با سابق بازیگری بارسا شرطنامه زیر 0.5 نوشته شد. یعنی این معنای آن را دارد که با کلمبیایی 29 ساله نخست شرطنامه 6 ماه کردند و بعداً اگر کارها همه نیشتک شوند باز یک سال دیگر او را در کالیاری جا کرده می توانند. موسم جاری باشد فوتبال بازی 29 ساله کلمبیا تنها 4 بازی در سری آ گذرانیده با همین سابق بازیگری دسته‌های بارسلونا و اورتون دستش را عوض کرد. اگر یادتان باشد ماه ینور سال 2018 یری مینا وقتی معرفی شوی در کامپ نو بعد گزارش از پالمیراس به خاطر احترام به ورزشگاه بارسلونا باری نخست پایلوچ بالای سبزه میدان قدم زد. او با همین احترام صمیمانه خود را به این تیم نشان داد ولی آنها باشند او را به یگان حرمت احترام پایلوچ و کشوری بارانی گسیل کردند. خلاصه که از همه مهم در کالیاری هم چنین نشود. گپ‌های آخری ترانسفری در برنامه امروزی باشند به برزیلیان تعلق دارند. گپ را رزینکه نکرده اگر بگوییم باتافوگو با مبلغی برای برزیلیان رکوردی 20 میلیون یورو وینگری بیتیس لوئیس انریکه را خرید. باشگاه برزیلی اوید ترانسفری بازیگری 23 ساله رسما اعلان نموده با او تا سنه 31 دکامبر سال 28 شرطنامه نوشته شد. با 20 میلیون خریدن بازیگر از دسته بودرینگ ها معنای آن را دارد که بودرینگ هم در برابر کارتوشکا و پیاز در بازار بالاگذار شده است. از روسیه هم اگر در آمد یک سخن کنیم، آنجا لوکوموتیو مسکو دفاعگر استراسبورگ ژرزینیو نیامسی را بر عوض 3.5 میلیون یورو و بونوس ها به دست آورد. رایو هانچیان باید امضا کنی شرطنامه با بازیگر فرانسوی و مولت 3.5 میلیون یورو اعلان نموده. او در دسته دوزیوبا تحت رقم 5 برآمد می‌کند. موسم جاری باشد بازیگری 27 ساله در لیگ یکم 13 بازی گذرانید و اگر شود باز یگان 10 بازی دیگر در روسیه می‌گذراند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و بردم بمانید.